فرود آمد ملک با شکل انسان، محمد را کشید از بین ایشان. فرو بشکافت صدری ماهی انور، دلش را شست اندر آب کوثر. چو جمعی کودکان این حال دیدن، هراسان جانبی خانه دویدن. بگفتند قضیه را بهری حلیمه، ز غم لرزید دلبند حلیمه. فغان و شور و شیون کرد بنیاد، ز خانه شد بیرون با آه و فریاد. بدید آن را که می آید شتابان، سراسیمه به وضعی خوف و لرزان. بزد بوسه بگردی ماهی رویش، بسانی غنچه‌ای گل کرد بویش. بگفتش جانی مادر چیست حالت، بگفتا غم مخور نبود ملامت. به احوالم عجایب ماجرا شد، نمیدانم که بود و با کجا شد. اگرچه سینه ام را شق نموده، همان دم چاره‌ای مطلق نموده. حلیمه شکر یزدان را ادا کرد، سعادت را برایش التجا کرد. بشد آگاه جدی وی از این کار، جدا شد از حلیمه شاه ابرار. چو جدش از زمانه چشم پوشید، ابو طالب وی را غمخوار گردید. به آن حالی یتیمی ماند تنها، نه مادر و نه پدر و نه مال دنیا. ز طفلی تا به هنگامی جوانی، ز وی ظاهر شد سیری نهانی. به حسن خلق و با جد و مروت، همیشه بود اندر کار و خدمت. گه رعی الغنم گاه تجارت، گه در غار هیرا در عبادت. گه رعی الغنم گاه تجارت، گه در غار هیرا در عبادت. زیبست دارای اخلاقی نیکو بود، ملقب با امینی راستگو بود. زیبست دارای اخلاقی نیکو بود، ملقب با امینی راستگو بود.